أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد. پس ما و شما از این کتاب جهاد آیت هایی که در باره جهاد است گرفتیم و گذاشتیم در قسم حدیث ها، و حدیث هایی که در مسئله جهاد است چند تاش را گرفتیم و امروز باشد دوام آن حدیث ها را خواهیم گرفت. درس امروزمان دوام حدیث های در باره جهاد است. درس امروزمان از حدیث 1295 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1295 کتاب ریاض الصالحینش می گوید و عن معاذ رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از معاذ رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت من قاتل فی سبیل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید من قاتل فی سبیل الله، یعنی هر کسی که بجنگد در راه الله، من رجل مسلمین، همون کسی جنگنده، همون مجاهد باید مرد مسلمان باشد. یعنی هر کسی که در نظر کافر و در نظر غیر ملت اسلام را ندارد، بلکه من رجل مسلمین، این من بیان میکند من را، یعنی هر کسی که همون کسی که مسلمان است، همون مردی مسلمانی که در راه الله بجنگد. به چی اندازه بجنگد؟ چند قدر بجنگد؟ فواق ناقتین، یعنی به اندازه فاصله 2 بار جوشیدن شتر. یعنی که از جوشیدن شتر سحر تا عبید چی قدر وقت رو میگیرد؟ مثلا 5 ساعت 7 ساعت. پس هر کسی که 5 ساعت یا 7 ساعت، یعنی فاصله بین 2 بار جوشیدن شتر، جهاد در راه الله بکند، وجبت له الجنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که واجب میشود برای اون مجاهد جنت، یعنی که اون مجاهد صاحب جنت میشود. اون مجاهد را الله جل جلاله وارد جنت میکند. ببینید فقط به اندازه 2 بار جوشیدن شتر چقدر اندازه دارد. مثلا سحر و بیگه میجوشند یا سحر و عبید میجوشند، چند ساعتی را که در بر میگیرد، پس همین قدر جهاد کند اون انسان داخل جنت میشود. و من جرح جرحا فی سبیل الله، و هر کسی که زخمی کرده شد، زخم در راه الله، یعنی هر کسی که زخمی شود در راه الله، او نکب نکبتن، یا هر کسی که آسیب رسانده شد آسیب را، یعنی هر کسی که آسیب دید، هر کسی که ضرر دید، بگیم یگان زخم و یگان آسیب به بدنش رسید، فانها تجیء یوم القیامتی، پس هر آینه میگه همین زخم و همین آسیبی که دیدگی است می آید در روز قیامت. همین آسیب دیدهش، همین زخم دیدهش در روز قیامت می باشد، می آید که اغزر ما کاند، به مثل تازه ترین یا زیباترین حالتی که بود. تازه ترین، مثلا از یک دست انسان را اگر یک چیز ببرد، همه بریدن برابر میبینی چقدر که خون ریخته ایستاده است. پس در روز قیامت همون آسیب دیدگی اون انسان یا همون زخمی برداشتگی اون انسان به مثل گویا که نو آسیب دید، حال حاضر زخمی شد، به مثل همین می شود. میگه که لونها الزعفران، یعنی رنگ، یعنی همون آسیب دیدگیش، بگم زخمی برداشتگیش، لونها زعفران، به مثل رنگ زعفران است، یعنی سرخ است، و مثل رنگ زعفران است. و ریحها کالمسکی،
و بوی اون، یعنی بوی همون خونه که یا بوی همون آسیبی که دید از داخلش، زخمی که برداشت از داخلش خون برآمد، خون بوی همون خونش به مثل مشک و عنبر است، یعنی چقدر خوشبو است. این بود حدیث 1295. میگوید رواه ابو داود و ترمذی. این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن. امام ترمذی گفته است که حدیث حسن می باشد. پس این بود حدیث 1295 که درباره هر کسی که به اندازه یک فاصله بین دو فاصله جوشیدن شتر جهاد کند داخل جنت می شود و آسیب دیدگیش، زخم دیدگیش در روز قیامت گویا که نو اون آسیب رو دید، گویا که نو اون زخم رو برداشت، به مثل همین تازه می شود، به مثل همین زیبا و بگیم در حالت نو پیدا می باشد. اما خونی که از اون جاری می شود به مثل خونی، یعنی بوی خوش دارد به مثل مشک و عنبر. بعد از این حدیث 1296 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال مر رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گذشت مرد از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشعب فیه عینه من ماء عذبه، یعنی به دره که در آن دره چشمه خوردکه که بود از آب شیرین، از آب عذبه یعنی از آب گوارا، و عذبه یعنی آب گوارا و آب زلال و آب شیرینی، آبی برای آشامیدن بسیار خوبه. میگه در آن دره بود. فعجبته، پس میگه همین مردی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی همین صحابه را خوشش آمد از اون دره و از اون آب، و یعنی جای خلوت و جای تنهایی و جای بسیار مناسب برای پرستش الله. میگه همون مکان برای این انسان میگه خوشش آمد. فقاله، پس میگه همون مرد از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لو اعتزلت الناس فاقمت فی هذا الشعب، گفت ای کاش از مردم دور میشدم و اقامت و زندگی میکردم در انا همین دره، در پیش همین چشمه و در پیش همین آب زندگی میکردم، یعنی از مردم دور میشیدم. ای کاش تمنا کرد. بعد از تمنا کردنش میگه گو که ولن افعل، یعنی من این کار رو نمیکنم حتی استاذن رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت تا زمانی که از پیغمبر نپرسم، یعنی اول پیغمبرم میپرسم اگر اجازتم داد از مردم دور میشم، میام در پیش همین چشمه در همین دره جای زندگی قرار میتم و با عبادت الله مشغول میشم. گفت اول پیغمبر رو میپرسم. میگه فذكر ذلك لرسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد میگه این تصمیم گرفتگیش را در میان گذاشت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی آمد نزد پیغمبر همین گپ رو گفت که پیغمبر من میخواهم برم در همون دره در پیش همون چشمه آب زلالدار، آب شیرین و آب گوارادار زندگی کنم، الله را به تنهایی بپرستم، از مردم دور باشم، از فتنه ها دور باشم. میگه آمدون از پیغمبر این تصمیم گرفتهش را در میان گذاشت. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم جوابش دادن که لا تفعل، گفتن این کار را نکن، یعنی از مردم دور نباش، اونجا رو اختیار نکن. فإن مقام احدکم فی سبیل الله، پس گفت هر آینه حضور شما، جایگاه هر یکی از شما در راه الله، یا حضور کردن هر یکی از شما در راه الله، افضل من صلاته فی بیتی 70 عاما، یعنی بهتر است از مردی که در خانهش 70 سال عبادت الله را بکند. 70 سال انسان در خانه نماز بخواند، از این 70 سال در دیده برای انسان بهتر است که در راه الله حضور بکند، در جهاد حضور بکند. الا تحبون ان یغفر الله لكم و یدخلکم الجنه، آیا شما دوست نمی‌دارید که الله شما را ببخشد؟ پیغمبر پرسید آیا شما دوست نمی‌دارید الله شما را ببخشد؟ آیا شما دوست نمی‌دارید که داخل جنت شوید؟ حتما هر کس دوست می‌دارد که الله ببخشدش، هر کس دوست می‌دارد که داخل جنت شود. پس پیغمبر گفت اگر که اینها را دوست می‌دارید، اغزو فی سبیل الله، جهاد در راه الله کنید. جهاد در راه الله کردن بهتر از همه سایر عبادات، از تمام چیز بهتر است، از خلوت و از دوری و از همه چیز بهتر و افضلتر این است که انسان در راه الله جهاد کند.
میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من قاتل فی سبیل الله فواق ناقتین، یعنی هر کسی که جهاد کند در راه الله به اندازه فاصله 2 بار جوشیدن شتر، وجبت له الجنه، پس واجب می شود برای اون انسان جنت. ببینید یعنی که چند لحظه محدود و معین، چقدر لحظه کوتاه انسان در راه الله جهاد بکند. حتما تاکید میکنیم جهاد شرعی، نه با نام جهاد، جهاد اسلامی، جهاد دینی بکند با شرط و شروط و شرایط معینه که قرآن و سنت و دین برای ما اون جهاد معین کردگی است. انا همون جهاد را به اندازه جوشیدن 2 بار جوشیدن شتر، انا همین طور جهاد دینی بکند، پس برای اون انسان جنت واجب می شود. زیرا که از این فاصله کوتاه جهاد کردن باز هر کس برداشت نکند که هر جنگی را که نامش جهاد باشد، نه، هر جنگ جهاد شدن نمیتواند. جهاد شرط و شرایطی معین دارد که شریعت اون را برای ما معین کردگی است. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیثی حسن می باشد. این بود حدیث 1296 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1297 کتاب ریاض الصالحین در امام نووی رحمه الله میگوید و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قیل یا رسول الله، میگه گفته شد که ای رسول الله، یعنی کسی سوال کرد که ای رسول الله ما یعدل الجهاد فی سبیل الله، یعنی کدام کار میتواند برابر جهاد در راه الله باشد؟ از پیغمبر پرسیدن که کدام کاری هست که در ثواب و اجر برابر بر جهادی در راه الله باشد؟ میگه قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لا تستطيعونه، یعنی توانایی انجام دادن آن کار را ندارد که به اندازه جهاد در راه الله ثواب داشته باشد. یعنی جهاد و ثوابش بهت بزرگ است، جهاد را ثوابش بهت کلان است. یعنی کاری که باز برابر به ثواب جهاد می شود، شما گفت توانایی انجام دادن اون کار را ندارید. فاعادوا علیه مرتين او ثلاثا، پس میگه اون مرد سوال کننده تکرار کرد در نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین سوالش را 2 بار یا 3 بار، یعنی چند بار میگه اون مرد تکرار کرد تا اینکه بفهمد که غیر جهاد کدام عمل هست، کدام عبادتی هست که برابر به جهاد ثواب دارد. کل ذلك یقول، یعنی هر باری که اون مرد سوال میکرد پیغمبر میگفت، یعنی سوالش اون مرد تکرار میکرد، پیغمبر جوابش رو تکرار میکرد که لا تستطيعونه، یعنی که توانایی انجام دادن آن کاری که برابر به ثواب جهاد است آن را انجام داده شما نمیتوانید، تواناییش را ندارید. پیغمبر میگه هر دفعه این را تکرار میکرد. ثم قال، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت مثل المجاهد فی سبیل الله، اکنون جهاد چی ثواب دارد؟ ببینید گفت مثال مجاهدی که در راه الله می جنگد، هر کسی که در راه الله می جنگد، کمثل الصائم القائم القانت بآیات الله لا یفتر من صلاة ولا صیام، میگه گفت به مانندی کمثل الصائمی، یعنی هم مانند یا به مثلی روزداری که همیشه روزدار است، روزه میگیرد، القائمی، انسانی که شبها نماز قیام لیل دارد، یعنی کسی که روزها روزه دارد شبها قیام لیل دارد، القانتی بی آیات الله، یعنی آیات های الله را، یعنی قرآن را با تأمل و با اندیشه میخواند. وقتی که قرآن میخواند مثلا الحمدلله رب العالمین، میفهمد، میداند چی گفته ایستاده است، دقت میتید. پس این طور قرآن میخواند، با تأمل آیات های الله را میخواند. لا یفتر من صلاتین، و از اون نمازهای خواندهش خسته نمیشود، ولا صیامین، از روزهش خسته نمیشود، حتی یرجع المجاهد فی سبیل الله، تا زمانی که بازگردد مجاهدی در راه الله. مثلا جهاد کننده میرود 1 هفته 1 ماه جهاد میکند، آیا یک انسان میتواند که 1 هفته روزهاش روزدار و شبهاش قیام لیل بخواند و
و آیات ها را، قرآن را بخواند با تأمل یک هفته یا یک ماه یا 2 ماه، آیا میتواند یک انسان این کار را بکند؟ حتما که نمیتواند. پس یگان عمل برابر به جهادی در راه الله در ثواب شده نمیتواند. در ثواب یگان عمل برابر به جهاد در راه الله شده نمیتواند. این حدیث متفق علیه می باشد و هذا لفظ مسلم. این لفظی که خواندیم این لفظ مسلم می باشد. و فی روایت البخاری، اما در روایت بخاری آمده است که لفظی که حالا خواندیم لفظ مسلم است. در بخاری چی میگوید؟ میگه ان رجلا قال، هر آینه میگه مرد گفت یا رسول الله دلنی علی عمل یعدل الجهاد. میگه گفت که ای رسول الله راهنمایی کن مرا به کاری که برابر به جهاد باشد. از پیغمبر پرسید به کار مرا راهنمایی کن که آن برابر به جهاد در راه الله جل جلاله باشد. قال، میگه پیغمبر جواب داد که لا اجیده، یعنی این چنین عمل پیدا کردن نمیتوانم، یعنی یگان عمل یافته نمیتوانم که برابر به جهادی در راه الله باشد و شما بتوانید انجامش بدهید. ثم قال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ پیغمبر مثال زد، گفت آیا میتوانی ای انسان، آیا میتوانید ای مسلمان اذا خرج المجاهد، هنگامی که مجاهد در راه الله میبراید برای جهاد کردنش از خانهش، ان تدخل مسجدک، وقتی مجاهد در راه الله برآمد تو در مسجدت بدرا، فتقوم، و وقتی که در مسجد که در آمدی فتقوم و شروع کن نماز خواندن را، نماز شب نماز بخوان و روز نماز بخوان، نماز نافله بخوان، ولا تفطر و خسته که نشو، شب و روز نماز بخوان و خسته نشو، و تصوم ولا تفطر، و روزه بگیر و افطار نکن، روزه بگیر افطار نکن، آیا میتوانی؟ فقال، پس میگه گفت که و من یستطیع ذلک، کی میتواند این کار را؟ یعنی هیچ کس نمیتواند. پس یگان عمل برابر به ثواب جهاد در راه الله شده نمیتواند. وقتی یگان کس این کار را کرده نمیتواند، یعنی که انسان خسته میشود، مانده میشود، نمیتواند که مجاهد از خانهش برآمد یک هفته و یک ماهی که در راه الله میجنگد، این انسان اون یک هفته و یک ماه به نمازخوانی و به روزگیری و به عبادت و به قرآن خوانی مشغول شود، این کارو کردن نمیتواند، بیرون از طاقت انسان است. پس یعنی که ثواب جهاد آن همین طور چنان بزرگی است که انسان هیچ تصورش کردن نمیتواند که جهاد صاحب اینقدر اجر و پاداش زیاد هست. از این حساب یگان عمل برابر به جهاد در راه الله شده نمیتواند. این بود 2 روایت در زیر حدیث 1297 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1298 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگه و عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من خیر معاش الناس لهم رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل الله، میگه از بهترین نمونه زندگی مردم لهم رجل، از بین این مردم میگه مرد باشد، ممسک بعنان فرسه، با دستش گرفتگی است لجام اسبش را، ممسک است لجام اسبش تیار است در دستش است، بعنان فرسی یعنی عنان لجام اسبش، فی سبیل الله در راه الله، یعنی آماده جنگ در راه الله است هر لحظه، یطیر علی متنه، یعنی که جولان میکند، خیز میگیرد، میپرد به بالای اسبش، کل ما سمع هیئتا، هر وقتی که آواز جنگ را شنید، او فزعتا، یا هر زمانی که بانگی خطر را شنید که کافرها هجوم کردند، که کافرها جنگیده ایستادن بر ضد مسلمان ها، در همین لحظه میگه یطیرو طار علامتنه، یعنی خیز میگیرد، جولان میکند، میپرد به بالای اسبش، برای چی؟ یبتغی القتل، یعنی که
امید میکند کشتن کافر را که کافر را بکشد غالب بیاید، او الموت، یا امید میکند خودش مردن را، شهادت را، یعنی که امید و قصدش این است که برود کافر را بکشد یا خودش شهید شود. مضانه، به کجا می رود؟ مضانه می رود، یعنی به همون مکانی که گمان میکند در اون مکان دشمن است، یعنی به همون جایی که جنگ است به همون جا هجوم میکند، پرواز میکند، می رود تا اینکه کافر را مغلوب بگرداند و اسلام را غالب یا مسلمان ها را غالب و حکم الله را حاکم قرار بدهد. به همون طرف هجوم میکند و به همون طرف پرواز میکند. میگه او رجل فی غنیمتین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که همچنین از بهترین حالت زندگی انسانیت مرد است که رجل فی غنیمتین، مردی که در بین گوسفندهایش است، در بین گوسفندهایش می باشد. او شعفت من هذه شعفی، یا در قله از این قله ها، یعنی بالای کوه از این بلندی های کوه ده می براید. او بطن واد من هذه الاودیتی، یا کسی در دره از دره ها می رود. یقیم الصلاة، در اون دره یا در سر گوسفندش یا در قله بالای کوه، یقیم الصلاة، در همونجا نمازش می خواند، نمازش ترک نمی کند. و یؤتی الزکات، زکات مالش را می دهد، اگر مالش به نصاب رسیدگی باشد زکاتش می دهد. و یعبد ربه، و پروردگارش را عبادت می کند، پروردگارش را پرستش می کند. حتی یأتیه الیقین، تا آن وقتی که یقین به نزد این بیاید، یقین یعنی مرگ، یعنی تا مرگ به سرش به سراغش آمده نه، این انسان الله را می پرستد، نمازش می خواند، زکاتش می دهد، شرک به الله نمی آورد و با توحید با اخلاص الله را پرستش می کند. لیس من الناس الا فی خیر، یعنی نیست نمی باشد این انسان در بین مردم مگر اینکه با خیر، یعنی که در بین مردم که باشد، یعنی حال این انسان به خیر است، یا که در بین مردم که باشد با خیر و با خوشی در بین مردم می باشد. لیس من الناس، یعنی لیس من احوال الناس، یعنی حالت مردم در این صورت نمی باشد الا فی خیر، مگر در خیر، یعنی که این انسان در خیر زندگی می کند. این انسانی که به این طریق است، این انسانی که به این طریق زندگی می کند که همیشه آماده جهاد کردن در راه الله است. جهاد شرعی را که شنید، جهادی که موافق به قواعد اسلام است شنید، آماده است و پرواز میکند برای جنگیدن. اما جهاد را نشنید، تا اون زمان می برد بالا یک کوه در بین گوسفندا یا در یک دره می رود الله را پرستش میکند و نمازش میخواند و زکاتش میدهد و این تا آمدن مرگ انتظار مرگ می باشد. وقتی مرگ آمد جان خود را تسلیم می کند با خوشی و با بهترین و افضلترین حالت نمونه زندگی. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1298 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1299 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله میگوید و عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ان فی الجنت 100 درجه، یعنی هر آینه گفتن در جنت 100 جایگاه است، 100 درجه است. هر یک درجه یعنی یک جایگاهی بلند و یک جایگاهی عالی هست. اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله، آماده کردگی از همین 100 درجه را الله سبحانه و تعالی برای کسانی که جهاد در راه الله میکنند، برای مجاهدا الله این 100 درجه را آماده کردگی است. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، یعنی فاصله بین هر یک درجه 100 درجه است، فاصله اندازه بین هر یک درجه، یعنی که مسافه بین هر یک درجه ما بین است کما بین السماء والارض است، یعنی چطوری که بین آسمان و زمین فاصله است، بین هر یک درجه همین قدر است. یعنی 100 درجه یعنی 100 بار
به مثل فاصله که بین زمین و آسمان هست. آن همین قدر درجه و جایگاهی والا و بزرگ را الله سبحانه و تعالی برای مجاهد در راه الله میدهد. درجه بزرگ را بینید. پس این هست جهاد، فضیلت جهاد، برتری جهاد شرعی، نه با نام جهاد، جهاد شرعی و جهاد دینی و جهادی که طبق فرموده قرآن و سنت و شریعت می باشد. پس اون مجاهد، اون جهاد کننده این طور اجر و پاداش و ثواب و مکان عالی را صاحب خواهد شد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این بود حدیث 1299 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1300 کتاب ریاض الصالحین. ان شاء الله حدیث 1300 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. پس درس امروزه را در همین جا به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.